چرا استفاده دلیلش این است که ما افکار عمومی دنیا و افکار عمومی خودمون رو بایستی با خودمون همراه داشته باشیم. افکار عمومی که الان داره مطالبه میکنه، یک انتقام ملی. آره مطالبه میکنه، ولی ما میتونیم دست به کارهای بزرگی بزنیم که ممکنه اوضاع کل منطقه به هم بریزه و اون موقع و ما ممکنه به این نقطه برسیم. یعنی ما ممکنه به این نقطه برسیم که ناچار باشیم وارد مراحل دیگه باشیم. کما اینکه از وعده صادق 3 که شروع کردیم، الان میبینید روز به روز ما داریم از تسلیحات مدرن‌تر و با سر جنگی قوی‌تری استفاده میکنیم. ما همین دیروز امروز از موشک‌های با سر جنگی 1.5 تن استفاده کردیم و بزرگتر از این هم داریم. میتونه یه بخش زیادی مشکل به وجود میاره. ضمنی که ما منتظر عکس العمل حامیان اسرائیل هستیم، میکشن کنار یا نمیکشن کنار. یعنی هر چه زودتر عقلای آمریکا و اروپا باید به سرعت دولت مردانشون رو از پشت سر اسرائیل بکشونن بیرون. اگر این کار اتفاق نیفته ما نمیتونیم شاهد باشیم که آمریکا و کشورهای دیگری مهمات رسانی به اسرائیل میکنن، هواپیماهاشون میاد تو آسمان با موشک‌های ما برخورد میکنن، هواپیماهای انگلیسی، هواپیماهای فرانسوی، هواپیماهای آمریکایی. بنابراین ممکنه ابعاد جنگ جدی‌تر بشه و ما خودمون رو برای اون آماده میکنیم، ولی که همیشه ما تلاش میکنیم که آغازگر ما نباشیم ولی پایان دهنده ما خواهیم بود. یعنی پیش بینی میشه اگر که این حمایت ها همچنان ادامه داشته باشه، پای کسانی که دارن از اون حمایت میکنن هم درگیر بشن. من پیش بینیم این است که ممکنه درگیر بشه و بعد در اون صورت به نظر شما ما دست بالاتر رو خواهیم داشت. بله، ما یه تاکتیکایی رو ناشناخته‌ای داریم. انشالله به امید خدا به فضل پروردگار متعال از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد. آیا تا همین الان هم به نظر شما نیروهای مسلح ما رژیم صهیونیستی رو غافلگیر کردن؟ بله اصلا شما از اظهار نظرات خود